سلام بر شما. به نام خداوند رنگین کمان، کزین برتر اندیشه نبود جهان. خدایا شاکرم که در خدمت شما هستم و در باب یکی از گزارهای تاریخی مهم جامعه ایران و اقتصاد ایران با هم سخن می‌گوییم و امیدوارم که بحث امروز بتواند فتح بابی باشد و گشایشی باشد در مسئله اندیشه ورزی در اقتصاد امروز ایران. از انجمن اقتصاد ایران سپاسگزارم بابت دعوت من و برگزاری این جلسه و همچنین از اتاق بازرگانی متشکرم که از برگزاری این نشست حمایت کردم. عنوان سخن من گرچه در پوستر نوشته شده چشمانداز اقتصاد ایران، ولی اگر بخواهم دقیق‌تر یک عنوان بدهم، عنوان بحث امروز من از وفاق تا افق، از وفاق تا افق. به نظرم این عنوان میتواند مفهوم بحث امروز من رو بیشتر برساند. من چند سالی است که دوستان در جریانم، شاید 7-8 سالی است که در حوزه‌های اقتصادی به سخنرانی نمی‌کنم و بیشتر مباحثم از جنس مباحث جامعه شناسی سیاسی، اقتصاد سیاسی یا مباحث کودکی و توسعه است. واقعش اینه که با اتاق‌های بازرگانی هم 7-8 سالی هست که قطع ارتباط دارم، گرچه امروز هم اتاق بازرگانی هستیم ولی به دعوت انجمن اقتصاد ایران اینجا هستم. علتش هم این بوده که در نقطه‌ای به این جمع‌بندی رسیدم که اقتصاد ایران وارد شرایطی شده که براش نسخه اقتصادی نمی‌شود نوشت. اقتصاد ایران وارد شرایطی شده است که دیگه نسخه اقتصادی جواب نمیده. قبلا در سخنرانی‌هام گفتم که اقتصاد ایران یک زمانی مشکلش اقتصادی بود، بعد از یک مدتی مشکلش سیاسی شد و امروز مشکلش روانشناختی است و تا گره‌های روانشناختی و بعد سیاسی در ایران حل نشود، اقتصاد ایران قابل سیاست‌گذاری نیست و نسخه‌ها شکست می‌خوره. به این دلیل در واقع جمع‌بندی این بود که بیخودی خودم رو خسته نکنم روی مباحث اقتصادی و در واقع تمرکزم رو بذارم روی مسائل دیگری که اصلی می‌دانم. در واقع اقتصاد ایران رو اگه بخوام یه مثال بزنم، مثل یه شهرک صنعتیه. مثال فیزیکیش این میشه، مثل یک شهرک صنعتیه که آقا قانون داره، آیین‌نامه داره، سند داره، پلن توسعه داره، قرار توسعهش بدیم. یه سری شرکت هم احداث شدن، یه سری کارکنان دارن کار میکنن به شهر، اما حالا برای مدتی آب اومده بالا و تا زانو توی این شهرک آب گرفته، گلولای شده. حالا شما هی سرمایه گذار صدا بزنید بگید که آقا بیا توی این شهرک زمین میدیم ساختمان بساز، که آقا تا زانو آب من نمیتونم به سرمایه بیارم، اول تکلیف این آب کف شهرک رو روشن کنید. بنابراین تا زمانی که شما بستر رو، محیط رو، زمینه رو از گلولای و سیلاب تصفیه نکنید و تمیز نکنید، سرمایه گذار نمیاد توی اون شهرک سرمایه گذاری کنید. اقتصاد ایران سالهاست که در باطلاق سیاست، در گلولایی که سیاست براش تولید کرده، در سیلاب ثباتی زمین گیر شده. حالا شما هی صدا بزنید که آقا این امتیازات رو میدیم، زمین رایگان میدیم، وام میدهیم، فایده نداره. اصل بازی به هم خورده، زمین بازی قابل بازی کردن نیست.
شما هی نسخه بده، هی مصوبه هیئت مدیره شهرک بگید که برقم رایگان میدیم، لوله کشی آبم براتون میکنیم، آب آشامیدگری هم میدیم، بادتون هم میزنیم، فوتتون هم میکنیم. آقا اینجا جای سرمایه‌گذاری نیست. اول از همه آب کف شهرک رو بخشکنید. اقتصاد ما در گلولای فرو رفته و حالا هر چی شما براش نسخه بنویسید، نسخه به درمان نمی انجامه. شما حالا در این انتخابات ما اومدیم و پزشک رو عوض کردیم. خب مگه پزشک عوض بشه درمان رخ میدهد؟ شما الان پزشک رو عوض کردید ولی گلولای هم سر جاش هست. شما رئیس شهرک صنعتی رو عوض کردید ولی چیزی عوض نشده. باید تعویض مدیر شهرک به تخلیه آبهایی که جمع شده کف شهرک بیانجامه. بنابراین هنوز ما چشماندازی از این که دارن آبهای کف شهرک رو جمع میکنن در اقتصاد ایران نمیبینیم. شما الان میگید نسخه اقتصادی بده، میگیم آقا نسخه وقتی جواب میده که یه سری شرایطی داره. یک، بیمار به پزشک اعتماد داشته باشه، چون اگه اعتماد نداشته باشه نسخه رو عمل نمیکنه. حالا هر چی نسخه بخواید. دو، پزشک به درمان اعتقاد داشته باشه. پزشک مسئلهش این نباشه که این بیماره حالا بره و بیاد تا من بتونم ویزیت بیشتری بگیرم. مسئلهش این نباشه که من الان میخوام یه مقاله بنویسم، باید این بیماره رو با خودم بیارمش تا مقالم تکمیل بشه. پروژهش درمان بیماری باشه پزشک. سه، محیط زیست بیمار مناسب درمان باشه. خب شما در یه محیط پر استرس، در یه محیط پر از دود، آلودگی، این بیمار نمیتونه خودش رو درمان کنه، باید محیط زیستش رو اصلاح کنه. چهار، الگوی زیست بیمار متناسب با درمان باشه. یعنی اگر بیمار باید چربی نخوره نباید بخوره، اگر بیمار باید ورزش کنه بکنه، اگر بیمار باید ویتامین به کافی برسه، اگه باید غذای سالم بخوره غذای سالم بخوره. بنابراین الگوی زیست بیمار هم باید متناسب باشه. پزشک در فروش دارو منافع نداشته باشد. اگر پزشک در فروش دارو منافع داشته باشه، داروی نامتناسب اما گران قیمت میدهد به بیمار و درمان نمیشه. و از این شرایط زیاد داریم که اگر این مقدمات نباشد بیماری درمان نمیشود. حالا در یک اقتصادی که سیاستگزار رانت دارد، گروه‌های نفوذ، گروه‌های زینف در دستگاه سیاستگزاری نفوذ دارند. حالا شما می‌خواید نسخه بنویسه، خب میشه هم پزشکی در فروش دارو سهم دارد. پس یکی از مسائل اونم اصلاح رانتیه. وقتی که ساختار سیاستگزار و بوروکراسی رانتی باشد، با رانت زنده باشد، با فروش مجوز زنده باشد، با رشوه زنده باشد، با فساد زنده باشد، شما هر چی میخواید توسعه اقتصادی بکن، این بیمار چاق نمیشه. و قص علاوازا الان شرایط اقتصاد ایران هنوز شرایطی که نسخه براش نوشته بشه نیست. حالا به من بگید که نسخه بده، خب من اعتقاد دارم که نسخه جواب نمیدهد، چون نه بیمار عزم آن دارد که خوب شود. چرا؟ چون بخش خصوصی ما هم به رانت عادت کرده است، بخش خصوصی ما هم با رانت زنده است. معتقدم که سیاستگزار هنوز قصد درمان ندارد، چون اون رانت هایی که بخش خصوصی میبرد سیاستگزار هم درش شریکه. حالا من نسخه میدهم ولی میرود هوا، فقط آسیب میزنه.
سیاستی که قابل اجرا نباشد هزینه هایش را میگذارد، منافعی نمیبخشد. سیاستی که قابل اجرا نباشد هزینه هایش را میگذارد، منافعی نمیبخشد. مثل سند چشمانداز 20 ساله که هزینه هایش را تحمیل کرد بر ما، تورمش را خلق کرد، اما 15% محقق شد. یعنی 85% فرصت هامون رو از دست دادیم. بنابراین خیانت است که من توصیه سیاستی بکنم که قابل اجرا نیست. من اگر پزشک خوبی باشم باید به بیمار بگم تو با این الگوی زیست، با این روابط اجتماعیت، با این نحوه زندگی تو خوب نمیشوی. ولی اگر پزشک نامتعهدی باشم بگم نه خوب میشی، بیا این نسخه رو من می‌نویسم برو بگی خوب میشی. حالا این بیمار بیچاره میره کلی هزینه میکنه، خوب نمیشه. بعدا من میگم خب من نمیدونم دیگه، من تلاشمو کردم. پس پزشک متعهد پزشکی است که اگر بیمار برای درمان شرایطی رو باید محقق کنه، مقدماتی رو باید احراز بکنه، اونا رو بهش بگه و قبلش بهش نسخه نده. بگه تو اول 6 ماه برو وزنتو کم کن، بعد بیا تا من بهت نسخه بدم. تو اول برو این الگوی زیست رو 6 ماه داشته باش، بیا تا من بهت نسخه بدم. الان ما در ایران، در اقتصاد ایران در یک چنین شرایطی هستیم. خب علم اقتصاد یک شرط اساسی داره. علم اقتصاد چند تا شرط هسته‌ای داره، مثل اصول دین. اصول دین شما هر چی هم که بگی من مسلمانم، اگه اصول دین رو قبول نداشته باشی مسلمان نیستی. حالا اگرم اسمت مسلمانه ولی رسمت مسلمانی نیست، چون برای مسلمانی اصول دینی داریم، 5 تا اصل داریم. حالا برای تشیع، برای اسلام 3 تا اصل داریم. اگه اون 3 تا رو که توحید است و عرض کنم که نبوت است و قیامت، این 3 تا به لحاظ مسلمانی این 3 تا رو قبول نداشته باشی تو مسلمانی نیستی. علم اقتصاد یه هاردکوری داره، یه فروز هسته‌ای داره که میگه آقا من این حرفایی که میزنم به شرطی درسته و استفاده کنید که این اصول دینش رو رعایت کنید. مثلا اصول دینش یکی عقلانیته، میگه من این حرفایی که میزنم مال جامعه است که میتونه عقلانی بیاندیشه. اگه نمیتونه عقلانی بیاندیشه به کارش نمیاد. دقت کنید، به کارش نمیاد، استفاده نکن. اصل دوم، اصول دین دوم اقتصاد اینه که هزینه مبادله صفره. حالا میگه چشمو میبندم، نمیگم صفر، میگم کمه. هزینه مبادله چیست؟ هزینه هایی که نباید باشد اما هست. ما یه هزینه تبدیل داریم که هزینه های تولید است و هزینه های حمل و نقل است و همه هزینه ها. اما آیا برای این که هندوانه برسه تو خونه من مصرف کنم لازمه که چکی که من بابت هندوانه میگیرم وا بخوره برگشت بخوره؟ لازم نیست. هندونه آب میخواد و بذر و کود و اینها و حمل بشه تا خونه من بخورم. اما ضرورتی نداره حتما یه چک این وسط وا بخوره. چک برگشت بشه یا نه اثری در هندونه نداره. ولی اون چک که برگشت میشه در هزینه های تولید هندوانه اثر داره، چون کشاورز مجبوره وکیل بگیره چند ماه بدوه تا اون چک رو وصول کنه. برای اینکه من هندونه بخورم نیازی نیست برق بره و بیاد و موتور چاه بسوزه، ولی در عمل کشاورز برقش هی قطع و وصل میشه در تابستان و محصولش 30% از بین میره چون آب بهش نمیرسه و بنابراین تولید هندونه میاد پایین و بنابراین هندونه گرون به دست من میرسه. این گرونی ناشی از هزینه تولید نبوده، ناشی از هزینه هایی که نباید باشد اما هست.
بهش میگیم هزینه مبادله. به این خاطر هندونه گرون شده، به خاطر اینکه هی بر رفته و اومده، قطع شده. اقتصاد، علم اقتصاد فرضش این است که هزینه مبادله یا صفر است یا ناچیز. من برآوردم اینه که هزینه مبادله در ایران بین 40 تا 50%. من برآوردم اینه. سالها قبل، در 15 سال قبل برآورد کردم، ولی الان دیگه اون برآورد نمیگم، ولی به لحاظ شهودی برآوردم اینه که 40 تا 50% ما هزینه مبادله داریم، در حالی که علم اقتصاد میگوید باید هزینه مبادله صفر باشه. خب اصول دین اقتصاد، حالا من مهمترینش بازم هست دیگه، اصول دین اقتصاد بازم هست. ما یه اصول دین اقتصاد داریم که این دو تاشو گفتم براتون، 2-3 تا دیگه هست. یه فروع دین داریم، اصول فرعی. مثلا علم اقتصاد میگه این علمی که من دارم میگم مال جامعه‌ایه که بالغه. اگه جامعه کودک این علم دردش نمیخوره. حالا اگر یه جامعه‌ای سنشون بالا باشه ولی رفتارها کودکانه باشه، آیا این علم به درد میخوره یا نه؟ اصول فرعی علم اقتصاد خیلی زیاده. بنابراین این علم مثلا مال جامعه‌ای که همشون بالای 50 سال سن دارن نیست، مال جامعه‌ای که اکثریتشون زیر 20 سال سن دارن نیست، مال یه جامعه‌ای که توزیع سنیش نرماله. به همین ترتیب ریسک پذیری مال یه جامعه‌ای که همشون قماربازن نیست. علم اقتصاد مال یه جامعه‌ای که همشون روحیه کارمندی دارن هم نیست. این علم اقتصاد پس مال قماربازا نیست، جامعه قمارباز. مال جامعه‌ای که همشون روحیه کارمندی دارن هم نیست. جامعه مال این علم اقتصاد مال جامعه‌ای که قمارباز داره، راهبه داره، کارمند داره، کارآفرین داره، ریسک پذیر داره، ریسک گریز داره. اینا اصول فرعیه. اصول اصلی ترینش عقلانیته. علم اقتصاد میگه این حرفی که من میزنم مال جامعه‌ای که عقلانیتش کار میکنه. عقلانیت با عقلانیت رشنالیتیه، عقل ریزنه، با هوش هم فرق میکنه، هوش هم اینتلیجنسه. اینا فرق میکنه. ما ممکنه عقل داشته باشیم، یعنی چه؟ یعنی ریزن داشته باشیم، یا هوش داشته باشیم. هوش شدت عقل دیگه، اینتلیجنسه. خب شدت عقل نشون میده، ولی ممکنه عقلانیت نداشته باشیم. خب مثل یه بچه‌ای که هوشش خیلی بالاست ولی خیلی سر به هواست. هوشو داره ولی هوش استفاده نمیشه. عقلانیت شدت کاربرد عقله، شدت کاربرد هوشه. این بازوهای من میتونه تا 200 کیلو به طور بالقوه بلند کنه، بالقوه. ولی شرطش اینه که من 2-3 سال برم وزنه بزنم، غذای خوب بخورم. اگه این کارو نکنم این بازوها مثل الان 20 کیلو رو میتونه بلند کنه. پس بازوی من ظرفیت بالقوه، یعنی نیروی بالقوه دارد اما بالفعل ندارد. عقلانیت بالفعل شدن عقله. برای اینکه در یک جامعه عقل بالفعل بشود شرایطی لازمه. اون شرایط در ایران نیست. من الان کاری ندارم که IQ یعنی ضریب هوشی ایران تو برخی از مطالعات میگن نزدیک متوسط جهانی 84. نمیگم اینه که بگم آقا این حتما اینجوریه، قبلا میگفتم ولی الان نمیگم، چون ضریب هوشی قابل مقایسه بین کشورها نیست و اصلا نباید ما ضریب هوشی رو مقایسه کنیم بگیم چینی ها 105 ضریب هوشیشون، ایرانی ها 84. این ضریب هوشی رو اندازه میگیره. ما ضریب هوشی رو نباید مقایسه کنیم، چون ضریب هوشی وقتی ارزش داره که به عقلانیت تبدیل بشه.
یه ملت ممکنه با ضریب هوشی 84 بتونه 80% این رو به عقلانیت تبدیل بکنه. یه ملتی هم ممکنه ضریب هوشی بالا باشه نتونه هوشش رو به عقلانیت تبدیل بکنه. مهم توانایی تبدیل به عقلانیته. و اصلا دوستان توسعه یعنی توانایی یک ملت در تبدیل ضریب هوشی به عقلانیت. توسعه یعنی تبدیل توانایی یک ملت، مهارت یک ملت برای تبدیل عقل و ضریب هوشی به عقلانیت. ریزن به رشنالیتی، اینتلیجنس به رشنالیتی. پس من اون رو مقایسه نمی کنم، ولی در هر صورت این سوال جدی هست که آیا در ایران امکان رفتار عقلانی وجود دارد؟ من معتقدم که تحت شرایطی که علم اقتصاد مشخص کرده امکان وجود ندارد. یعنی ایرانی ها عاقلند، عقل دارند، هوش هم دارند، ولی امکان تبدیل هوش به عقلانیت وجود نه که وجود ندارد و بسترش برای اینکه کاملا این مثل ژنراتور دیگه، یه انرژی میاد میچرخونه ژنراتور رو برق میده، ولی معمولا تو این تبدیل مثلا تو نیروگاه ها میگن 30% راندمان داره. یعنی شما 100% انرژی که میدی اگه گاز باشه ژنراتور به چرخه نیروگاه گازی باشه 30%ش به برق تبدیل میشه، بقیه‌اش هدر میره. یه جامعه ژنراتورش چقدر میتونه ضریب تبدیل هوش یا عقل به عقلانیت باشه؟ پس نمیگم صفر، نه، ما سطحی از عقلانیت رو داریم، اما ژنراتور سیاسی اجتماعی ما اجازه نمیدهد که هر سطحی، حالا هوشمون، هوش ملیمون یا 84 یا 105 مهم نیست، هر چه ذخیره هوشی داریم مهم نیست. مهم اینه که آیا ما پتانسیل این که این ذخیره هوشی رو به عقلانیت تبدیل کنیم داریم یا نه. من معتقدم این ظرفیت تبدیل ژنراتور عقلانیت ما خیلی پایینه، از نیروگاه‌هامون پایین‌تره. عدد نمیگم، ولی معتقدم نیروگاه‌های ما با کارایی بالاتری انرژی رو تبدیل میکنن به برق، گاز رو به برق تبدیل میکنن، انرژی آب رو به برق. اونا با کارایی بالاتری. ژنراتور سیاسی ما کاراییش از ژنراتور انرژی ما پایین تره. بستری که باید بچرخه عقل توش، عقل باید بچرخه. اصولاً چی عقل رو به عقلانیت تبدیل میکنه؟ ارتباط، تعامل، مبادله، گفتگو، دیالوگ. اینا بستری است که عقل رو به عقلانیت تبدیل میکنه. عین اون سیمپیچی و گردش اون قسمت وسط موتور که نمیدونم چی بهش میگم، عین این گردشه. اگه این گردش نباشه، ارتباط نباشه، تعامل نباشه، این انرژی به عقل، به عقلانیت تبدیل نمیشه. اقتصاد میگه این تئوریای من رو به شرطی استفاده کن و به دردت میخوره که جامعه ظرفیت عقلانیش نرمال باشه. ظرفیت عقلانیتش دقیق باید بگیم، نه ظرفیت عقلش. نمیگه عقلش بالا باشه، نمیگه هوشش بالا باشه، میگه ظرفیت عقلانیتش بالا باشه. خب این شرط علم اقتصاده که آقا این جامعه که تو میخوای تهدیدش کنی رفتارهاش عقلانی باشد. میدونید که توی روانشناسی ما 3 دسته رفتار داریم: رفتارهای ایمپالسیو یا تکانشی، هیجانی، رفتارهای عادتی شرطی یا سنتی و رفتارهای عقلانی. ما بیشتر رفتارهامون تو همه جوامع، اکثر رفتارهامون هیجانی یا سنتی عادتی شرطیه. هیجانی مثل این که یه مرتبه تصمیم میگیریم که یه توافقی رو بزنیم زیرش، عصبانی میشیم میگیم من اصلا نیستم. این رفتار هیجانی. رفتار سنتی یا عادتی شرطی مثل پوششمون، خوراکمون. ما 80 سال عمر میکنیم، 70% این 80 سال نون و پنیر چای شیرینه.
چرا؟ چون مامانمون اینو یادمون داده. آقا خیلی چیزای بهتری وجود داره. این چه رسمیه که تو 80 سال مادی زندگی میکنی بعد 70 سالشو اونو پنچای شیرین میخوری؟ آقا زندگی قشنگتر از این حرفا. آقا هر صبح هر روز یه چیزی بخور. ولی ما توانشو نداریم. اصلا بعضیامون چای نباشه نمیتونیم صبحانه بخوریم. بعضیامون چای نباشه نمیتونیم. این رفتار عادت شرطیه. بعد من یه بار حساب کردم که مثلا ما حدود 30 میلیارد در طول عمر فقط صبحانه میخوریم. تو اگه می‌خواستی یه پروژه 30 میلیارد سرمایه گذاری کنی یه وقت فکر نمی‌کردی؟ فکر می‌کنی دیگه. حالا می‌خوای در طول عمرت پروژه صبحانه داشته باشی. خب یه خورده فکر کن. من چی بخورم که کمترین هزینه بیشترین بازدهی؟ ولی ما فکر نمی‌کنیم. چون الگوی رفتاری ما از کودکی شکل گرفت. پوششمون همین جوره. عروسی گرفتنمون همین جوره. مهمان دادنمون همین جوره. پس بخش کمی از رفتارهای انسان‌ها عقلانیه. بیشترش ایمپالسیو تکانشی یا سنت عادت شرطیه. اون وقت اون بخش کم رو اقتصاد میگه عقلانی باشه. میگه واقعا نمیشه. تو ایران نمیتونی اون بخش کم رو عقلانیت رو به کار بگیری. میگم چرا نمیشه؟ عرض میکنم الان. ببینید ما در اقتصاد 5 سطح داریم. 5 سطح بگم اسمشو بی‌ثباتی داریم. 5 سطح تغییر داریم. 5 سطح تغییر خوبه. سطح اول بهش میگیم اطمینان. یعنی تغییر رخ میدهد ولی من میدونم که قرار است تغییر رخ بدهد و میدانم که تغییر از کنترل من خارج نمیشه. پس در اقتصاد داریم میگیم که در اقتصاد 5 سطح تغییر داریم. حالا میخوایم بگیم که در کدام سطح از تغییر عقلانیت ما منجمد میشه، متوقف میشه. و اگر جامعه‌ای برسد به اون سطح از تغییر نمیتونه عقلانی رفتار بکنه. خلاصش اینه 5 سطح تغییر داریم. سطح اول سطح اطمینانه. یعنی من میدانم تغییر رخ میده و میدانم من قابل کنترله. اشراف دارم با هدایت و کنترل من، یا اگر کسی هدایتش میکنه من از هدایت اون مطمئنم. بخش زیادی از زندگی ما اینجوریه دیگه. بخوایم بریم سفر باید هواپیما سوار شیم دیگه، با احتمال با اطمینان خیلی نزدیک به 100 میدونیم که خلبان ما رو جابجا میکنه، حمل میکنه، رانندگی میکنه، هدایت میکنه و میرسه به مقصد. بنابراین ما تصمیم میگیریم میریم بلیط میخریم میریم. خب این هست توی زندگی عادی. سطح دوم تغییر ریسک نرماله، ریسک معمول. ریسک معمول اینه که خیلی از رفتارهای ما، تصمیمات ما، اقدامات ما توش ریسک هست ولی طبیعیه. من نمیتونم به خاطر اون ریسک برنامه هامو به هم بزنم. خب چه کار میکنم؟ مثلا میخوام برم سر کار. خب ریسک تصادف هست دیگه. بالاخره خیلی تصادف میکنم تو مسیر، منم ممکنه تصادف، ولی ریسکش معموله. میدونم آقا ممکنه بالاخره من تصادف کنم، ولی مثل یکی از این تصادفات دیگه پا میشکنه، دستم میشکنه، خودم رو حبس نمیکنم، میرم سر کار. این ریسک معموله. یه ریسک نامعمول داریم، یعنی ریسک های ریسک، بالاتر از معموله، بالاتر از همیشه است. در ریسک نامعمول من متوقف نمیشم، تصمیممو میگیرم، اقدام میکنم، اما با سرعت اقداممو کاهش میدم و تمهیدات اطمینان بخش ایجاد میکنم. خب مثلا الان بارندگیه، خب ریسک نامعموله. من اگه بدوم میخورم زمین، پس دیگه نمیدوم، آروم راه میرم. یک کفش مطمئن که توی لغزنده نباشه پام میکنم، اقداماتی میکنم برای دفع اون ریسک نامعمول که اون اقدامات سرعت اقدام منو کاهش میده، سرعت حرکت منو کاهش میده. پس ریسک معمول هیچی رو متوقف نمیکنه، زندگی طبق معمول میره. من باید برم سر کار، ممکنم هست یه موتوری به من بزنه،
یا بخورم زمین تو دویدنم. ریسک نامعمول منو متوقف نمیکنه ولی سرعت اقدامم رو کم میکنه، چون باید اقدامات کنترلی داشته باشه. قابل مدیریت. ریسک قابل مدیریت. ریسک معمول اصلا مدیریت نمیخواد. ریسک نامعمول مدیریت میخواد و من توان مدیریتشو دارم. سطح سوم نااطمینانی یا عدم اطمینان یا عدم قطعیت، چون همش ترجمه های آنسرتینتی توی فارسی. نااطمینانی، عدم اطمینان و عدم قطعیت. نااطمینانیه. ریسک پدیده است که خطر رو من میشناسم، احتمالش هم میتونم حدس بزنم. نااطمینانی پدیده است که من خطر رو نمیشناسم، احتمالش هم نمیتونم حدس بزنم. پس خطراتی که من نمیشناسم، نمیتوانم احتمالش رو حدس بزنم، این میشه نااطمینانی. حالا نااطمینانی دو سطح داره، سطح ساده، سطح پیچیده. سطح سادهش مدیریت پذیره، سطح پیچیدهش مدیریت پذیر نیست. سطح ساده و مدیریت پذیرش چیه؟ اینه که من اصلا روحم خبردار نیست، ولی یه مرتبه یه سیمی توی این سقف آتیش میگیره و شروع به سوختن میکنه. اصلا ما فکر نمیکردیم، ولی خب مدیریت پذیر. حالا اگر هم سوخت بالاخره سقف رو تعمیر میکنیم، توانشو من دارم که جبران کنم. پس هم بحث مدیریت پذیر اینجا یعنی من توان جبرانشو دارم. یعنی اگر سقف اتاقم، سقف کارخونم سوخت، خب جمع میکنم دوباره میسازم. از توان من خارج نیست. من ریسک رو نمیدانم، اما اگرم ببخشید نااطمینانی رو، اما اگرم رخ داد از توان من خارج نیست. سطح بعدی نااطمینانی پیچیده است که من نه تنها خبر رو نمیشناسم، خطر رو، بلکه اگر رخ داد توان جبرانشو ندارم. اگر رخ داد توان جبرانشو ندارم. یعنی یه مرتبه موشک میاد تو سقف توی کارخونه، هم کارخونه رو میبره هوا، هم 10 نفر رو میکشه، اصلا من ساقط میشم. بمبگذار انتحاری میاد. یه مرتبه فاضلاب زیر کارخونه رو میکشه تو خودش. فرونشست منو میکشه تو خودش. یه مرتبه شورش میشه، میریزن همه چی آتیش میزنن. منم چون یه پرچم دارم اینجا که روش فلان علامه عکس دارم، اینجا کارخونه منم آتیش میزنن. داشتیم ما توی اعتراضات سالهای قبل داشتیم که بخش خصوصی بوده، اصلا دولتی نبوده، ولی یه عکس بالای ساختمانش بوده، آتیشش دادن. اصلا باورش نمیشده، پیش بینی نمیکردیم. اینا میشه نااطمینانی های پیچیده. یعنی اگه رخ داد برای من قابل جبران نیست. وقتی میایم تو فضای نااطمینانی، اگر نااطمینانی ساده باشه، ما عقلانیتمون متوقف نمیشه. ولی چون نااطمینانیه، کاربرد عقلانیتمون یه مقدار سخت میشه. یعنی عقلانیت من شدتش میاد پایین. اقتدار عقلانی قبلی رو ندارم که تصمیم بگیرم مدیریت کنم برم جلو. یه خورده در کاربرد عقلانیتم حالا استخارم میکنم احتیاطا، بابا عقلانیت این کارو بکن، ولی من نمیدونم، حالا احتیاطا استخارم میکنم. پس کاربرد عقلانیت ضعیف میشه در نااطمینانی ساده که اگه رخ بده من توابعش رو میتونم بپذیرم، تحمل کنم. اما در نااطمینانی پیچیده عقلانیت مختل میشه. من امکان تصمیم گیری عقلانی برام وجود ندارم، اصلا نمیتونم تصمیم بگیرم. وقتی ما به نقطه عقلانیت در واقع نااطمینانی پیچیده میرسیم و عقلانیتمون مختل میشه، به کجا پناه میبریم؟ به دو جا پناه میبریم، یا به عقل معنایی که عقل معناییمون پشتش یا بعدش همه یاست دیگه، یا به شهودمون. عقل معنایی پشت شهوده. پشت شهود ما آمیگداله. آمیگدال کارش چیه توی مغز؟
بادامه مغزی کارش اینه که دیتاهایی که ما یادمون رفته از کودکی توش جمع شده، در اون لحظه‌ای که من مستأصل میشم او تصمیم میگیرد به من ابلاغ میکنه. آمیگدال کارش اینه. دیتاهای تاریخی که من از کودکی داشتم و اونجا ذخیره شده و من اصلا یادم نیست، در اون لحظه که من مستأصل میشم او خودش تصمیم میگیره به من ابلاغ میکنه. من فقط یه کاری میکنم که بعد میگن چه خوب تونستی، میگم نه اصلا من نمیدونم چیکار کردم، فقط این کاری انجام دادم. فرمان از آمیگدال رسید. حالا هنوز نمیدانن روانشناسا و روانپزشکان که واقعا شهود از آمیگدال میاد یا از جای دیگه هم میاد. ما بگیم شهود. من میگم عقل معنایی. عقل معنایی کی به کار میاد؟ وقتی که من به پدیده نگاه میکنم، اطلاعاتم برای تحلیل پدیده کافی نیست، چشمامو میبندم و میگم که این کار برای من معنادار نیست یا این کار برای من معنادار هست، دیگه محاسبه نمی کنم. ما توی ازدواج از عقل معنایی معمولا استفاده میکنیم. ما برای اینکه یه ازدواج موفق داشته باشیم صدها هزار متغیر لازمه. از نسل دهم این خانواده که آیا ژن خاصی توشون هست یا نه بگیر تا اینکه آیا این همسر فردا روز به لحاظ ژنتیک اسکیزوفرنی میگیره نمیگیره، نمیدونم الگوی رفتاریش چه خواهد بود، آیا هزاران متغیر. ولی من ندارم که بخوام تصمیم بگیرم. من تو ازدواج فقط قیافه طرفو دارم، احتمالاً سطح سوادش، خانواده‌شم تو محل میگن خوشنامند و شغل باباشم اینه و ارثی هم که به قراره بهش برسه اشاره این ساختمانه و همه خلاص. این اطلاعات برای انتخاب همسر کافی نیست. این انتخابات تو داری یه قمار میکنی، برای قمار این اطلاعات کافی نیست. در ازدواج ما به عقل معناییمون پناه میبریم چون اطلاعاتمون کافی نیست. میگم شهود من، حس من میگه این ازدواج برای من معنا داره، این آدم میتونه منو خوشبختم کنه، همین تصمیم میگیریم. جایی که ما اطلاعاتمون کمه تصمیمات ما پناه میبریم به چی؟ به عقل معنایی. حالا وقتی که نااطمینانی به سطح پیچیده میرسه بازیگران عقلانیتشون مختل میشه، پناه میبرن به عقل معناییشون، چشماشو میبنده، میگه آقا اینقدر وام میدم، زمینم میدم، اما این کار برای من معنی دار نیست، برای من معنی دار نیست. اصلا من علقه دیگه ندارم، من حس خوبی ندارم، من اعتمادی ندارم، من افقی ندارم، هر چی میخواد وام بده، برای من معنی دار نیست. وقتی که اقتصاد میرسد به مرحله عدم اطمینان پیچیده، عقلانیتی که اقتصاد میگه باید داشته باشی تو تصمیم اقتصادی بگیری مختل میشه، بازیگران پناه میبرن به عقل معنایی. اقتصاد برای عقل معنایی نوشته نشده است، اقتصاد برای عقل ابزاری نوشته شده است، اینسترومنتال رشنالیتی، برای عقل ابزاری، نه برای عقل معنایی. وقتی که در جامعه نااطمینانی به سطح نااطمینانی پیچیده میرسد، عقل ابزاری پروندهش رو میبنده، پرونده عقل معنایی باز میشود. وقتی در جامعه پرونده عقل معنایی باز بشود، علم اقتصاد جواب نمیدهد. به این خاطره که در نظرخواهی که از تعداد زیادی کارآفرینان شده است، 90% گفتند به آینده اقتصاد ایران امیدی ندارند. یعنی 90% بازیگران، حالا اینایی که تو این جامعه که نظرسنجی شده، عقل ابزارشون مختله. عقل ابزاری اولین چیزی که میخواد چیه؟ چشماندازه. چشمانداز باید بهش بدی، افق باید بهش بدی. بنابراین ما مشکلمون الان اینه که
میگیم آقا علم اقتصاد کار نمیکنه، دوستان اقتصاددان به من اعتراض میکنن که آقا تو چرا حرف اقتصادی نمیزنی؟ میگم که برای اینکه علم اقتصاد الان پاسخی نداره به مسائل ما. علم اقتصاد پاسخی نداره الان. ما در مرحله ایست که دوستان وقتی که من میگم عقل ابزاری مختل میشه، اکثریت مردم که زندگی روزمره میکنن عقل ابزاری رو استفاده میکنن. میخواد بره سر کار با اتوبوس برم یا با تاکسی، محاسبه میکنه. میخواد بره میوه بخره، اینجا به این فروشگاه برم یا برم میدان میوه طلب‌ها، محاسبه میکنه. اون چیزی که مهمه برای کارآفرینی است که میخواهد پروژه 20 ساله بذاره، 30 ساله بذاره. او اینجا عقل ابزارش کار نمیکنه. یعنی هرچه دو تا متغیره، هرچه افقی که میخوایم تصمیم بگیریم بلندتر باشه، نااطمینانی افق از بین میبره. ولی اگه افق کوتاه باشه، بالاخره من الان میرم میدان میوه طلب‌ها خریدم رو میکنم میام. هرچه که افقی که میخوایم تصمیم بگیریم طولانی تر باشه، عقل ابزاری زودتر متوقف میشه. پس نه اینکه کل جامعه ما الان کسی با عقل ابزاری کار نمیکنه، کارآفرینی که میخواد ریسک 30 ساله 20 ساله بپذیرد نمیتواند عقلانی فکر کند. بنابراین پناه میبره به شهودش و میگه نه این پروژه برای من معنی دار نیست. اونی هم که نتونه نهایتا تصمیم بگیره میگه استخاره میکنم دیگه. اونی هم که نتونه میگه استخاره میکنم، شیر و خط میکنم، یه کاری بالاخره میکنم، برای که مسئولیت از سر خودش برداره. اقتصاد ما از وقتی که برجام شکست خورد وارد عدم اطمینان پیچیده شد. یا اقتصاد ما از وقتی برجام رو شکستند، برجام شکست نخورد، برجام رو شکستند، از وقتی برجام شکست وارد عدم اطمینان پیچیده شد. ما اخیراً در کتاب توسعه 1402 که امروز بعد از ظهر در خانه اندیشمندان رونمایی شه، نشان داده ایم که بخش اعظم روندهای بهبود که در 30 سال قبل آغاز شده بود، از 96 به بعد از شکست قطعی برجام نزولی شده. فرقی هم نمی‌کنه. از 96 هم در دوره آقای روحانی هم در دوره آقای رئیسی نزولی بود اصلا. من اخیراً نمیدونم اینو بگم تازه برای مسئله میشه یا نه، برای نوشتن مقاله سقوط به دادگاه فراخوانده شدم. مقاله سقوط در اسفند 400 در بهمن 400 که آقا ما همه مقامات میگویند ما داریم میرسیم به قله، تو داری میگی سقوط میکنی، تو داری بر علیه نظام تبلیغ میکنی. و الان من دارم برای این مقاله در واقع پاسخ میدم. داستان اینه که من محاسبه کردم، گفتم ما 700 میلیون خرج کردیم تا همین یک کلمه‌ای که الان دارم میگم رو نشون بدم که تو کتاب توسعه 1402 اومده که از 96 به بعد اکثر شاخص‌هایی که قبلا کم فلکچویشن داشتن بالا پایین میرفتن ولی عموما رو به بهبود بودند، از 96 نزولی شده. فرقی هم نمیکنه از دوره آقای روحانی و دوره رئیسی، در هر دو نزولیه. و ما الان در شاخص‌های توسعه در منطقه هشداریم، منطقه 5 توسعه، در منطقه خطریم، هشداریم. یعنی اگر ما توسعه رو 6 لول بکنیم، توسعه رو ما 6 لولش بکنیم، ما پایینیم، در منطقه 5 از کفیم.
از کف شما 5 طبقه بسازید توسعه رو، بالاترین طبقهش طبقه ششمه، ما طبقه دومیم، بهش میگیم منطقه هشدار. شاخصای ما نشون میده از 373 شاخص که از 3700 شاخص تبدیل کردیم به 376 شاخص، اونو نماگر از 3700 نماگر تبدیل کردیم به 376 شاخص. حدود 190 تاش 180 تا 190 تاش قرمزه، حدود مثلا 100 تاش سفیده، حدود 50-60 تاش سبزه. قرمزا چیه؟ قرمزا اونه که ما کاملا زیر میانگین جهانی هستیم، 2/3. سفیدا اوناییه که ما حول میانگین جهانی هستیم، یعنی خوب نیست وضعیتمون ولی خطر هم نیست. سبزا اوناییه که ما بالای میانگین جهانی هستیم. آقا 3700 تا شاخص یا 376 تا شاخص، مثل اینه که شما دارید رانندگی میکنید، جلوتون توی داشبورد 3376 تا چی میگه این علامت‌ها رو؟ آمپرسنج داریم. 370. ما تو رانندگی با ماشین یکیش که قرمز بشه میذاریم کنار ببینیم چشه ماشین. حالا این آمپرسنج اقتصاد ما از 376 تا 190 تاش قرمزه، راننده همچنان داره میگازه. خب جواب نمیده، باید بزنه کنار بگی که چرا قرمزه اینا. وقتی این قرمزا چیکار میکنه؟ عقلانیت رو مختل میکنه. کارآفرینی اقتصادی مختل میشه عقلانیتش. حالا اگر یه نگاهی بکنیم، بنابراین به این خاطر میگم عقلانیت الان مختله، به خاطر اینکه ما در مرحله چی هستیم؟ ریسک نااطمینانی پیچیده هستیم. اگه یه مرور تاریخی بکنیم، دوره آیه هاشمی ریسک معمول بود. دوره آیه هاشمی دوره ریسک معموله. دوره آیه خاتمی دوره ریسک نامعموله، چون دعوای سیاسی شروع شده، هر از گاهی یه بمب منفجر میشه. یه مرتبه بنیاد 15 خرداد مثلا میاد یه اطلاعیه میده، یه جایزه رو میبره بالا، روابط ما با اروپا میریزه برام. یا یه مرتبه بین اصولگرایان و اصلاح طلبان در مجلس جنگ میشود و الی آخر. یه مرتبه مجلس ششم اعتصاب میکنن، استعفا میدن. اینا همه ریسک دیگه. دوره آیه خاتمی دوره ریسک نامعموله. آقای احمد نژاد که اومد با خودش چی آورد؟ عدم اطمینان آورد. یعنی مهمترین دستاورد آقای احمد نژاد برای اقتصاد ایران واردات عدم اطمینان بود به همه عرصه ها. اما تا پایان، تا برجام عدم اطمینان ساده بود. یعنی تا دولت اول آقای روحانی هم عدم اطمینان ساده بود. یعنی اگر رخ میداد قابل مدیریت بود، قابل تحمل بود. از بعد از شکست برجام ما وارد مرحله عدم اطمینان پیچیده شده ایم. اینا همه شاخص داره، الان فرصتش نیست من بگم. یعنی که شاخصهای عدم اطمینان ساده چیه شاخص داره، عدم اطمینان پیچیده چیه شاخص داره. من فقط فعلا سطح بحث رو نگه میدارم، چون نمیدونم چقدر وقت داریم، چجوری وقت یه مدیریتی بفرمایید. منو ولم کنید، همینجور حرف خواهم زد. مدیریت بفرمایید. برم جلو. یک ربع دیگه خیلی عالیه. یه ربع که خیلی خوبه. من فکر کردم حالا من اصفهانی نیست دیگه، یه ربع وقت دارم. اصفهانی نیست. باید 2 دقیقه دیگه صحبت رو جمع شد. متشکرم. آقای دکتر این شاخصایی که فرمودید 370 تا شاخص، همه این شاخص‌ها فرهنگی اجتماعی 3700 تا نماگر بله که فرهنگی، حتی فردی، توسعه فردی هم هست، توسعه اجتماعی، توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی، توسعه اقتصادی و توسعه فردی. 5 تا حوزه رو کامل پوشش شده تو 3700. ما بعد از ظهر نمایی همین کتابو داریم، کتاب توسعه 1402. ما از سال 99 در پویش فکری توسعه تصمیم گرفتیم سالیانه یک کتاب توسعه در بیاریم. 99 گزارش صفرمون بود، در واقع پیش گزارش بود 400 گزارش صفرمون و گزارش 1 امسال گزارش 2.
کتاب توسعه 1602 ما هر سال این 3700 شاخص رو برای سال جدید در واقع محاسبه میکنیم و مقایسه میکنیم با دوره‌های قبل و دوستان مطبوعاتی خواهشم اینه که این کتاب رو معرفی بکنن شناخت. این کار ما نیست، این کار سازمان مدیریته، ولی سازمان برنامه و بودجه به علت اینکه درگیر بودجه است و فشارهای مسائل بودجه فرصت نمیکنه این کار رو بکنن. یا حالا جامعه مدنی باید خودش جایی که دولت نمیتواند یا نمیخواهد یک کاری بکنه رو انجام بده دیگه، جایشین بکنه. بله الان من انشاءالله راجع به مسائل امروزم عرض میکنم. چشم. خب عرضم این بود که ما از زمانی که برجام شکست خورد وارد عدم اطمینان سنگین شدیم دیگه، پیچیده، و به همین خاطر عقلانیت دیگه مختل شده. عقلانیت در سیاست گذاری که باید در سرمایه گذاری که باید ریسک های بلند مدت 10-20 ساله رو تحمل کنه. او دیگه نمیتونه عقلانی تصمیم بگیره چون نمیدونه فردا چه خبره، یک سال دیگه چه خبره. آیا ساختار سیاسی با همین ساختار میمونه؟ آیا خودش تصمیم بگیره تغییر بکنه؟ آیا جامعه تصمیم بگیره تغییرش بده؟ نمیتونه تصمیم بگیره. اگه یه مرور سریعی بکنیم دوباره برای اینکه در واقع ملموس‌تر بشه، دوره آقای هاشمی سرمایه‌گذار میمد از ما به عنوان مشاور اقتصادی میگفت آقا توی استان سیستان بلوچستان وام 3% وام تبصره 3 میدن 3%. من برم بگیرم مثلا اونجا مقداری بزنم، کارخونه صنعتی بزنم، یا بیام اصفهان وام 12% بگیرم. سوالش این بود چه صنعتی در کجای کشور بهتره؟ در دوره آقای خاتمی سوال سرمایه‌گذار این بود من نمیخوام سیستان بلوچستان برم، نمیخوام کردستان، میخوام اصفهان و تهران و تبریز و مشهد سرمایه‌گذاری کنم. تو چه حوزه‌ای برم سرمایه‌گذاری کنم؟ یعنی معلوم بود که یه کمی ریسک اومده بالا. در دوره آقای احمد نژاد سرمایه‌گذار من گفت ببین من سرمایه‌گذاری صنعتی نمیخوام بکنم، یه پولی دارم یا یه وامی گرفتم برم طلا بخرم یا زمین بخرم یا دلار. این سه تا رو به من بگو. این نشون میده که دیگه وارد نااطمینانی شدیم دیگه، حتی حاضر نیست که رو زمین سرمایه بذاره دیگه، سرمایه‌اش رو میخواد یه جایی ببره که نااطمینانی ها منفجرش نکنه. در دولت آقای روحانی سوال سرمایه‌گذار این بود من پولامو به کدوم کشور ببرم؟ اصلا نمیخوام دلار رو نمیدونم زمین و اینا، به کدوم کشور ببرم بهتره؟ ارمنستان، ترکیه، امارات، کجا ببرم؟ در دولت 13 میمد میپرسید که کجا برم و پولامو ببرم؟ خودم هم این بار میخوام برم، پولامو فقط نمیخوام ببرم، خودم هم میخوام برم. حالا این دولت 14 وارث یه چنین مسیر تاریخیه، تقصیر دولت خاصی هم نیست، این روند تاریخیه دیگه. یعنی نه دولت 13 مقصره نه دولت 12 مقصره، یه روند تاریخیه. گفتم از سال 96 بخش اعظم شاخص ها رو به نزول دیگه، یعنی یه فرایند کلیه. اینا همه نشانه اینه که من وارد عدم اطمینان شدم که دیگه میخوام خودم هم برم، پولم که میخوام برم چی خودم هم میخوام برم. دولت 14 در شرایطی آمده از سر کار که چی؟ که اقتصاد ما سوار بر عدم اطمینانه. حالا تازه تنش‌های اخیر با اسرائیل هم این عدم اطمینان رو برده بالا و معجزه است که هنوز دلار 200,000 تومان نشده است. این نشون میده هنوز اعتماد بالاست، این نشون میده که یه امیدی هست، این نشون میده که مردم مطمئنن که آره عدم اطمینان بالاست، ولی فکر نمی‌کنیم این ساختار بره وارد جنگ بشه. علائم نشون میده که این ساختار دوست نداره جنگ بکنه. درسته که نمیدونه تو داخل میخواد چی کار کنه، ولی میدونیم که تو خارج نمیخواد جنگ بکنه. اینا البته نشانه‌های خوبیه، اما اصل داستان وقتیه که جامعه حاضر باشه سرمایه بذاره، رو زمین سرمایه بذاره، اون وقت اقتصاد تازه وارد فاز حرکت میشه. تا زمانی که به نقطه‌ای نرسیم که سرمایه‌گذار تصمیم بگیره روی زمین سرمایه بذاره، ما
اصلا وارد فاز رونق اقتصادی و اینها نشدیم. حالا داستانمون، این قصه تاریخی من اینجا گره میخوره با سوال آقای دکتر که برای من نوشتن که خب حالا این بحثا رو به شرایط امروز رو عرض کنم که چه باید بکنیم که سیاست گذاری در این شرایط موفق بشه و نوشتن که راجب بالاخره شعار آقای پزشکیان که وفاق است و اینا توضیح بده. عرض من اینه: وفاق اگر به افق نینجامد بی سرانجام است. وفاق اگر به افق نینجامد بی سرانجام است. ما زمانی میتونیم بگیم آقا وفاق رئیس جمهور جواب داد که رئیس جمهور هم در سطح مقامات، گروه‌های سیاسی، سطوح عالی وفاق ایجاد کنه و هم اون سطوح عالی سیاسی توافق کنن که با جامعه وفاق کنن. الان هیچ نشانه از این که ما توافق داریم با جامعه وفاق کنیم وجود ندارد و بنابراین افق خلق نمی شود. اگر میخوان افق خلق بشود باید گام بعدی رو بردارن، وفاق رو به سطح جامعه گسترش بدن، بالاخره تکلیف رو روشن کنن. مردم ایران ایرانیان یا نه؟ اگه ایرانیان حقوق مصرح در قانون اساسیشون رو محترم میشماریم یا نه؟ بالاخره میخوایم دست از خودی و خودی برداریم یا نه؟ خیلی سوال. بالاخره 7-8 میلیون ایرانی خارج از کشور داریم، ما حقوق ایرانیتشون رو به رسمیت میشناسیم یا نه؟ تکلیف رو روشن کنیم. بنابراین وفاق وقتی در اقتصاد نتیجه میدهد که به افق بیانجامد و افق وقتی پدیدار میشود که وفاق از سطح سیاسی به سطح جامعه منتقل بشه. اگر وفاق رو ما 3 سطح بکنیم، وفاق 3 سطح دارد: وفاق همه با من، وفاق همه با هم و وفاق من با همه. حکومت باید تکلیف خودشو روشن کنه. کدومش رو میگه وفاق؟ وفاق همه با من یا وفاق همه با هم یا وفاق من با همه؟ این اولین گامی که باید برداره، تکلیف رو روشن کنه که یعنی آقای پزشکیان باید از سطح شعار بیاد یه گام پایین تر. وفاق کی با کی؟ با چه مکانیزمی؟ اگر ساختار سیاسی رو قانع نکنه که بیاد به سطح وفاق همه با هم، کارآفرین، سرمایه گذار از سطح عقل معنایی خارج نمی شود. کی وفاق همه با من ممکنه؟ آره، وقتی که تو اولا ثبات داشته باشی، افق روشن باشه و اعتمادم بهت بالا باشه. ثبات، اعتماد، افق، اینو داشته باشی میتونی بگی وفاق همه با من. ثبات، اعتماد، افق. اگه گفتی وفاق همه با من، جواب میده یا با طیب خاطر میان با تو وفاق میکنن یا نه مجبورن، منافعشون اقتضا میکنه. ثبات داری، افق داری، اعتمادم بهت هست، منافعشون اقتضا میکنه بیان با تو وفاق کنن. اگر الان ما در تحریمیم و همه میگویند تا آمریکا تکلیفش روشن نشه تحریم و سیاست خارجی و مسائل اقتصادی را نمیفته، چون آمریکا توانسته از وفاق همه با من رو اجرا کنه. چرا؟ چون چشمانداز داشته، افق داشته، اقتدار داشته، موفقیت داشته، اعتماد هم ایجاد کرده. وفاق همه با من رخ داده. برخی با طیب خاطر مثل اروپایی‌ها، برخی با اجبار. چینیان به آمریکا پیوستن در تحریم، چینیان پیوستن ولی به اجبار، چون میبینه که منافعش در وفاق همه با منه، رفته پیوسته است. بنابراین در داخل شما وقتی میتونی بگی وفاق همه با من
که افق ثبات، در واقع ثبات، افق اعتماد. اگه نداری نمیتونی بگی وفاق همه با من، خب شکل نمیگیره. بنابراین عدم اطمینان ادامه پیدا میکنه، بنابراین اقتصاد رونق نمیگیره. کی میتونیم بگیم، کی باید بگیم وفاق همه با هم؟ در شرایطی که افق خاکستری است. در شرایطی که افق خاکستری است، اون وقت میتونیم بگیم آقا اگه نجنبیم تاریک میشه الان، بیاد همه با هم. افق خاکستری است. درست شد؟ هممون نفعمون در اینه که با هم باشیم تا بتونیم شب رو به صبح برسانیم. و کی افق من با هم است؟ وقتی دیگه شب شده، همه جا تاریکه، دیگه من نمیتونم بگم وفاق همه با من باید برم با بقیه وفاق کنم. وفاق من با همه، من باید برم بپیوندم به بقیه که گم نشم تو تاریکی. الان جامعه ما در شرایط افق خاکستریه. افق روشن نیست. نمیتونه بگی خب ما در سطوح عالی وفاق کردیم، حالا جامعه شما مجبوری بیای. نه، نمیاد. افق خاکستریه. وفاق همه با هم جواب میده، وفاق همه با من جواب نمیده. اینجا نقطه است که آقای پزشکیان باید، دولت 14 باید تکلیفش رو با جامعه روشن کنه و البته باید بره با نظام سیاسی به تفاهم برسه، با اونایی که رفته وفاق کرده به تفاهم برسه. که آقا من اگر با جامعه وفاق نکنم که راه نمیفته قطارم. وفاق همه با من جواب نمیده الان. وفاق همه با هم، چون افق، من نمیگم افق تاریکه ولی میگم خاکستریه. یه راه داری، افق همه با هم، وفاق همه با هم. اون وقت وفاق همه با هم افق ایجاد میکنه، خودش نورانی میکنه. مثل وقتی که همه کسایی که تو جنگل گم شدن چرا قوهاشون رو روشن کنن، با هم حرکت کنن، خب افق روشن میشه. اینجوری خواهد شد. امکان نداره که شما بگی وفاق همه با من بعد بگی اقتصاد را بیفت. نمیفته، چون از شرایط عدم اطمینان پیچیده شما خارجش نکردی. خب به دقیقه رسیدیم. من یکی دو جمله دیگه بگم و بحث من تمام. یکی دو جمله اینه که این انتخابات شرط لازم رو برای وفاق، انتخابات 14 محقق کرد، ولی شرط کافی محقق نشده است. و میدونید که اگر شرط کافی محقق نشه چیزی محقق نشده. انتخاباتی که رخ داد فعلا شرط لازم رو محقق کرده. شرط لازم این که آقا ما وفاق ایجاد کنیم، اما شرط کافیش اینه که حکومت باورپذیر کنه خودش رو. جامعه الان حکومت رو باورپذیر نمیداند. میگوید حکومت همین که خرش از پل گذشت برمیگرده سر بازی اول. من اعتماد ندارم، من نمیتوانم مطمئن باشم. وسط جنبش مهسا گفتن آقا چرا اعتراض میکنید، بیاید گفتگو کنیم. آقا پارک بهتون میدیم برای اعتراض، برید اونجا اعتراض کنید. رئیس قوه قضاییه گفت آقا بیاید گفتگو کنیم، دانشجویان عزیز بیاید گفتگو کنیم. اما به محض اینکه خرشون از پل گذشت گفتگو تمام شد. جامعه حافظه تاریخی داره، باید باورپذیر کنی خودتو. چجوری؟ نمیدونم. نخبگان صدا بزن، خودتو باورپذیر کن، صدا و سیماتو باز بکن تا نخبگان نه در شرایط اضطرار مثل جنبش مهسا صداشون بزنی، الان صداشون بزن. بگو آقا ما یه سری اشتباه کردیم، یه سریش هم درست بوده، حالا میخوایم همگی با هم حرکت کنیم. یه جوری باورپذیر کنید. الان توصیه نمی کنم چون ممکنه همین توصیه ها حساسیت جات کنه جلوشو بگیرن. تازه مثالش اینه آقا بیاید راجب صدا و سیما رو کمی باز کنید، بیاید تکلیف 7-8 میلیون ایرانی که رفتن از کشور و دلشون میخواد برای ایران میتپه رو روشن کنید. 2000 میلیارد دلار سرمایه دارن این ایرانی‌ها.
تکلیفشون رو روشن کنید. حالا یه کسی رفته یه مصاحبه‌ای هم کرده، پناهنده شده، ولی هیچ جرمی اینجا نکرده، نه دزدی کرده نه قتل کرده، ولی میخواسته از ایران بره، چون شما افقش رو از بین بردید، میخواسته بره، مجبور شده پناهنده بشه. حل کنید اینا رو، آشتی ملی اعلام بکنید. 40 سال این هواپیمای انقلاب بلند شده، خلبان هنوز نگفته کمربندها رو باز کنید. آقا بگید کمربندها رو باز کنید. کاری نکنید که جنبش مهسا بیاد کمربندها رو باز کنید. خودتون کمربندها رو بگید باز کنید. یه کارایی باید بشه، من اصلا واردش نمیشم، خیلی کار بشود تا وفاق افق ایجاد کنند. پروژه اصلی دولت پزشکیان اگر میخواهد موفق شود، باید وفاقش رو به افق تبدیل کنه و گام اول اینه که وفاق رو از وفاق همه با من به وفاق همه با هم تبدیل کنه و برای وفاق همه با هم اول باید باورپذیر کنه حکومت خودش رو. مردم باور کنند که حکومت میخواهد با ملت هماهنگی و وفاق داشته باشه و با هم این بحران رو، این چالش رو، این در واقع دیگه از بحران ما گذشتیم دیگه، الان وارد فاجعه داریم میشیم. در بنزین وارد فاجعه شدیم، در آب وارد فاجعه شدیم، در تصادفات مرگ‌های تصادفات وارد فاجعه شدیم. ما هر سال 20,000 کشته به اندازه یک زلزله بزرگ داریم فاجعه کشته میدهیم. اینا همش فاجعه است و حکومت به تنهایی نمیتواند فاجعه رو مدیریت کنه. همونجور که وقتی زلزله میشود میگید مردم بیاید کمک کنید و فراخوان میدید، الان ما در آب در فاجعه ایم، در برق در فاجعه ایم، در گاز در فاجعه ایم. الان بیا فراخوان بده، بگو مردم در فاجعه بیاید کمک کنید، دستتون رو میبوسیم. بنابراین اگر الان هنوز که در این مرحله ایم هنوز اعتمادی به دولت 14 هست، من معتقدم هنوز مردم ناامید نشدن. ثبات بازار دلار در بزرگترین بحران سیاسی بعد از انقلاب که از جنگ با عراق، به نظرم این بحران مهمتر بود، از جنگ با عراق مهمتر بود، برای اینکه در جنگ عراق خیلی داستان فناوری متفاوت بود، خیلی نیروی داوطلب داشتیم، خیلی موقعیت ما فرق میکرد. در بزرگترین بحران سیاسی و امنیتی بعد از انقلاب دلار 10% رفته بالا. این معجزه است. این معجزه پزشکیان نیست، معجزه نظام نیست. معجزه چیه؟ اعتمادی است که هنوز مردم بعد از انتخابات 14 دارند. هنوز امیدشون ناامید نشده. اگر این امید ناامید شد، جنگ‌های کوچکتر از تنش با اسرائیل دلار رو جهش خواهد داد. بنابراین خیلی فرصت نداره دولت پزشکیان، نظام سیاسی خیلی فرصت نداره، فرصت محدوده برای اینکه وفاق رو تبدیل به افق کند و برای آن که وفاق تبدیل به افق شود قصه وفاق لازمه. دولت پزشکیان هنوز قصه وفاق رو خلق نکرده. برای هر خلقی در این عالم اول قصه شو باید بیافرید. خدا هم وقتی عالم و انسان آفرید اول قصه شو آفرید، بعد انسان آفرید. جمع کرد ملائکه رو، قصه شو گفت میخوام یه چنین کاری بکنم. ملائکه باور کردن قصه آدم رو و بعد به شیطانم به قول مولوی در گوشی گفت ببین تو رو من میفرستم تو این بازی، خوب بازی کنی یا نفهمم تو جاسوس منی، یا برو درست بازی کن. قصه شو خلق کرد، بازیگراشو چید، بعد عالمو خلق کرد. هیچ نوآوری در این عالم رخ نمیدهد مگر اینکه قصه شو خلق کنیم. قصه دکتر جان، قصه انقلاب اسلامی رو آیت الله خمینی در سال 42 در کتاب ولایت فقیه اول قصه شو خلق کرد و نسل پدران ما شیفته اون قصه شدند، بعد انقلاب کردن. مارکس قصه شو خلق کرد، اول قصه شو خلق کرد در ذهنش و بعد در کتابش. نه، قصه در ذهن نیست، قصه آن است که در جامعه بچرخد. قصه‌ای که در ذهن من قصه نیست.
قصه حقیقی قصه است که جامعه دائما دربارش حرف بزنه. قصه است که فردوسی خلق کرده. ما اگر اینجا نشسته ایم چون قصه ما را فردوسی 1000 سال پیش خلق کرد. دروغ نگفت که عجم زنده کردم بدین پارسی. ما تا 200 سال پیش تا زمان قاجار با قصه فردوسی زنده ماندیم. فکر می‌کردیم حکومت‌های ما همون حکومت‌هایی هستند که توی شاهنامه بوده است. فکر می‌کردیم ضحاک بوده است. فکر می‌کردیم ما با آرش زنده بودیم، ولی آرش قصه‌ای بود که فردوسی خلق کرد. آرشی وجود نداشت. 200 سال پیش تازه اروپایی‌ها اومدن گفتن ایرانی‌ها خوابید، شما یه چیزی داشتید به نام کوروش، ما کشفش کردیم، اونجا پیداش کردیم، حفاری کردن، هی پیدا کردن، برای ما قصه جدید خلق کردن. این قصه‌ای که امروز سلطنت طلبا میگن کوروش کوروش کوروش، قصه‌ای است که اروپایی‌ها برای ما ساختن. قصه خوبی هم هست، اشکالی نداره. نمیگم دروغه ها، قصه نه اینکه دروغ باشد ها. دین قصه است. دین قصه عشق‌بازی انسان با خدا، انسان با هستی. پیامبر قصه‌ای خلق کرد که تا قیامت میرقصیم ما باهاش. پیامبر اول قصه‌شو خلق کرد. اول در وجود خودش رفت رقصی، بعد این رقص رو به بیرون منتقل کرد، قصه‌شو آورد تو جامعه. شما امکان نداره در جامعه خلقی رخ بدهید مگر اینکه قصه‌شو خلق کنید. آقای پزشکیان، دولت 14، نظام جمهوری اسلامی، هر کس فکر میکند که وفاق لازم است، هر کس فکر میکند آینده این نظام رو میخواد حفظ بکنه، هر کس تعهدی به آینده این کشور دارد، باید قصه وفاق خلق بکنه و تک تک ما در خلق قصه وفاق مسئولیت داریم. قصه باید بازیگرانش قصه رو بنویسن. قصه ای که نویسنده بشینه توی کتابی بنویسد ممکنه خلق بشه، ممکنه نه. بعضی از قصه ها تبدیل به فیلم می شود، بعضی از فیلم ها تبدیل به واقعیت می شود. پس اون قصه ای که در ذهن خلق میشه و بعد روی کتاب ورق نوشته میشه ممکنه خلق بشه، ممکنه. قصه ای خلاق است و خلق میکند که با حضور بازیگران نوشته شود. همون قصه ای که خدا با حضور انسان و ملائک و شیطان نوشت، خلق شد با حضور بازیگران. یعنی قصه وفاق با حضور مخالفان هم باید باشد، با حضور منتقدان هم باید باشد، با حضور روشنفکران هم باید باشد، با حضور سیستانی ها و بلوچستانی ها هم باید باشد، با حضور کرد ها هم باید باشد. صحنه کامل، صحنه رو باید خلق بکنیم تا قصه نوشته بشه. نمیشه یه سری بازیگران رو حذف بکنیم بگیم خب ما نوشتیم دیگه قصه وفاق. آقا شما 99% بازیگران رو حذف کردید که این صحبت از وفاق میکنید. قصه وفاق رو تا ننویسید کسی باور نمیکنه. قصه باید باورپذیر باشد و برای باورپذیر کردن قصه بازیگرانی که قرار است در قصه بازی کنند در نوشتن قصه باید مشارکت کنند. اون وقت قصه وفاق تبدیل می شود به قصه کوروش. کوروش قصه است که ما الان باور داریم، کسی جرأت نداره قصه کوروش الان نقض بکنه، نفی بکنه. کسی جرأت نداره. میخواد راست باشه، میخواد دروغ، اصلا مهم نیست. ملت‌های توسعه یافته ملت‌هایی هستند که توانستند قصه های تازه مکرر خلق کنند. ملت‌های توسعه یافته ملت‌هایی هستند که مهارت خلق قصه دارند، خلق قصه جمعی، خلق قصه‌ای که نیاز امروزشون توش نوشته بشه، بازیگران امروز توش آمده باشن. اگر ملتی نتواند در قصه خودش تجدید نظر بکنه شکست میخوره. اروپا از وقتی متحول شد که روحانیون کلیسا جمع شدند و قصه کتاب مقدس را از نو نوشتند. کتاب مقدس تا رنسانس، تا عصر نوزایی کتابی بود که پاپ تفسیر میکرد. کتابی بود که پاپ تفسیر میکرد.
و حتی گالیله هم حق نداشت خلاف اون کتاب قصه‌ای بنویسد. از رنسانس به بعد کتاب مقدس کتابی شد که مؤمنان تفسیر کردند. یعنی لوتر گفت چی؟ مارتین لوتر گفت شرط بهشت رفتن عمل به کتاب مقدس است و شرط عمل به کتاب مقدس فهم کتاب مقدسه. هر کس باید خودش بخواند و فهم خودش رو اجرا کنه تا بره بهشت. از انحصار روحانیان در آورد، خودش بخواند و خودش بفهمه، اون که فهمیده رو عمل کنه، این میره به بهشت. و بنابراین کسی به بهشت میرود که با سواد باشد. اگر کسی با سواد نباشد کتاب مقدس نمیخواند، به بهشت نمیرود. و 250 سال قبل در پروس در آلمان نرخ باسوادی 90% شد. ما تازه الان نرخ باسوادی 90% شدیم. ما تا قبل از انقلاب اسلامی نرخ باسوادی زیر 50%. 250 سال قبل قصه عوض شد و زنان در اروپا باسوادیشون بیش از مردان بود. چرا؟ چون زنان به بهشت بیشتر ایمان داشتند تا مردان، بنابراین زنان بیشتری رفتن آموزش دیدند. 250 سال قبل یعنی 1517 وقتی مارتین لوتر بیانیه 90 ماده‌ای شو داد و گفت کسی به بهشت نمی رود مگر اینکه خودش کتاب مقدس را بخواند، تفسیر کند و عمل کند. نرخ باسوادی در اروپا 1% بود. 1% و 6000 سال نرخ باسوادی 1% بود. چرا؟ چون به سواد نیازی نبود. به همون اندازه که ما نجار نیاز داشتیم، قصاب نیاز داشتیم که مثلا 1% بودن، ما با سواد نیاز داشتیم که یک چیزی که یه پادشاه میخواد یه نامه بنویسه، یه با سواد تو شهر باشه بس دیگه، یه نامه میخواد بنویسه، یه پادشاه، پس 1% بس. با سواد نیاز نداشتیم. 6000 سال ما 1% با سواد داشتیم. اما از 1517 اگر اشتباه نکنم بیانیه مارتین لوتر صادر شد تا 1750 نرخ باسوادی در برخی از کشورهای اروپایی به 90% رسید. معجزه است. این معجزه قصه است. مارتین لوتر چیکار کرد؟ قصه بایبل رو عوض کرد. قصه بایبل این بود که کتابی است که مسیح آورده است، پاپ باید بخواند و دستور بدهد، فرمان صادر کند. قصه رو عوض کرد. گفت نه، کتابی است که مسیح آورده است برای من، نه برای پاپ. پس من باید بخوانم، من عمل کنم، من برم به بهشت. فتوای تاریخی. بنابراین اروپا با فتوای کلیسا توسعه یافت. کلیسا روایت بایبل رو عوض کرد، قصه رو عوض کرد، تاریخ اروپا عوض شد. این معجزه قصه است. آقای پزشکیان، آقای جمهوری اسلامی بدون داشتن قصه وفاق از این بحران خارج نخواهید شد. و السلام.